هرگز و هرگز قرعه کشی خونگی انجام نده، فقیر و بیچاره میشی. این آگاهی رو لایک کن، سیو کن، بفرست برای همه نتیجهش به خودت برمیگرده. با قرعه کشی انجام دادن تو هم ضرر مالی میکنی و هم فقر به سمتت میاد، به سراغت میاد، دوچار فقر میشی. حالا چه اتفاقی میفته؟ ببین، تو میای ماهی 3 میلیون تومن برای 10 ماه قرعه کشی انجام میده که یعنی در واقع قراره 10 ماه دیگه 30 میلیون دستت بیاد. اولا که همینجا این نکته رو بهت بگم، تو داری با این نگرش و با این تفکر و انرژی که ما دیگه بیچاره ایم دیگه، ما گرفتاریم، ما که پشتی نداریم، ما که قشر ضعیف جامعه هستیم، باید با همین قرعه کشی و با همین قرض و قول و کم کم جمع کردن و ما که اینقدر پیچ و خم زندگیمون اینقدر زیاده دیگه، برای ما اون تمرکزه باقی نمیمونه، اون انرژی نمیمونه که ما بتونیم به عنوان یک قلک چیزی رو جمع بکنیم، اندوخته کنیم، حالا مثلا بخواد برای ما آینده ساز بشه. باید از همین موقعیت ها استفاده کنیم. ببین، همه این فعل و انفعالات ذهنی، همه این نگرش ها انرژی رو داره ساطع میکنه به جهان هستی که در واقع داره تأیید میکنه به این که تو بیچاره ای، تو فقیری، تو کس نداری، تو در واقع درمانده ای، تو مجبوری از همین پول خوردها بهره ببری. و این انرژی سطح پایین مالی برگشتش یا جوابش برای تو چیه؟ اینی که تو دقیقاً در همون دوره باطل، دقیقاً در همون سطح، دقیقاً در فقر دست و پا بزنی، تو در همون موقعیت باقی میمونی. ضمن اینکه وقتی تو در طول ماه، چون انسان از فردای خودش خبر نداره، دست و پا میزنی برای تهیه اون پول قرعه کشی و یه جای پول اون قرعه کشی نمیرسه، تو به ترس میری، تو به اضطراب میری. به خصوص این برای کسایی که مسئولیت پذیر و متعهد هستن. خب وقتی بهت فشار میاد که در واقع تو ترس و استرس و نگرانی پرداختش میری، سریعا سطح ارتعاشت میاد پایین و میری در سطح ارتعاش ترس، استرس، دلهره اینا قرار میگیری. این استرس و دلهره و نگرانی مثل خوره وجودیتت رو میمکه. اون تمرکز مالی که میتونی داشته باشی، اون تمرکز ذهنی که میتونی برای ثروت سازی داشته باشی، دیگه انرژی باقی نمیمونه برای تمرکز به ثروت. تمرکز میره به اینکه به اعتراضات، چرا اینقدر گرفتاریم، آخه من چرا باید اینجوری پول جمع کنم، آخه من چرا باید این فرمی بشم، آخه خیلی آخه دیگه. ببین، نابودت میکنه. خب به جای این، اگر میخواید سود رسانید بره بالا، اگه میخوای از یک حرکت هوشمند مالی، تفکر مالی خوب بهره ببری، تو باید یه کار دیگه ای انجام میدی. به جای قرعه کشی، به جای اینکه 3 میلیون در ماه بدی و میخوای 10 ماه دیگه حالا 30 میلیون دریافت کنی، خب که خیلی ضررات داره و فقیرتم میکنه، به جای اون کاری رو انجام بده که میگم. کاملا کاری که میخوام بهت بگم رو این پایین بهت گفتم توی کپشن رو با دقت بخون، راهنماییت کردم، با دقت بخون. و برای اینکه آموزه های فراآگاهی من رو از دست ندی که بیدار کنندن، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و دنبالم کن و کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم دنبال کن، فالو کن. خیلی آموزه هایی داریم که بیدار کننده و آگاه کنندن و تو رو از وضعیت همین الانی که داری میکشونه به اوج برترین و نورانی ترین نتایج عالی. اوکی، پس یاد نره همراه من باش، خیلی با هم کار داریم. عزیز دل.